پیروزی در برابر آزمایش ابلیس. بیننده عزیز، به این قسمت خیلی خوش آمدید. سوالی که مطرح میشه از طرف بینندگان عزیز: چطوری میتوانم پیروز باشم در برابر تجربه های ابلیس؟ در این قسمت سعی میکنم به این سوال جواب بدم. تجربه ابلیس یا همون آزمایش ابلیس بر تمام آدم ها هست، ولی کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردند زندگی جدید رو دریافت کردند و در زندگی جدید ما میتونیم بر آزمایش ابلیس پیروز باشیم. کتاب مقدس اینو میگه: اینایی که به عیسی مسیح ایمان آوردند زندگی جدید رو دریافت کردند. یعنی زندگی قدیم، گناههای قدیم بخشیده شد و ما در عیسی مسیح زندگی جدیدی رو داریم. وقتی که زندگی جدید رو در عیسی مسیح دریافت کردیم میتونیم بر وسوسه ها و آزمایش های ابلیس پیروز باشیم. کتاب مقدس شخصیت های زیادی رو برای من و شما ارائه کرده که میتونن امروز الگوی ما باشند. چطوری ما میتونیم زندگی کنیم و در برابر این آزمایش ها پیروز باشیم. و شخصیت های دیگه‌ای بازم ذکر کرده که در برابر این آزمایش ها شکست خوردند و این شخصیت ها رو ما میتونیم ازشون یاد بگیریم. چه کاری کردند، چرا گوش کردند. ما نباید کار اینا رو تکرار کنیم و در آزمایش شکست بخوریم. باید همیشه پیروز باشیم. کتاب مقدس این امکان رو داده که ایمانداران به عیسی مسیح میتونن در برابر این تجربه ها پیروز باشند. یکی از شخصیت ها شمشون هست. شمشون در کتاب داوران و باب 16 ذکر شده. شمشون یک پادشاه بود. خداوند اون انتخاب کرد و در جنگ ها پیروز می شد و اسرائیلی ها به شمشون افتخار می کردند و اون عین رئیس بود. رئیس بنی اسرائیل بود، پادشاه بود، ولی به هشدارهای خدا گوش نکرد و با قوت خودش اتکا کرد و گفت من میتونم. خداوند هشدارهای زیادی به شمشون داد ولی متاسفانه شمشون گوش نکرد و در آخر عاقبت خوبی نداشت. چرا؟ چون به هشدارهای خداوند گوش نکرد. ما باید به هشدار خدا گوش شنوا باشیم. باید گوشامون رو باز کنیم تا بتونیم در برابر این آزمایش ها پیروز باشیم. خداوند همیشه میخواد ما به طور خوب زندگی کنیم. عیسی مسیح گفت مثل من زندگی کنید بدون هیچ گناه. شما میتونید گناه نکنید با قوت من. با قوت عیسی مسیح ما میتونیم از گناه دور باشیم و گناه رو به گناه بها ندیم به هیچ عنوان. از نقطه اول، از اولین باری که وسوسه میاد یا همون آزمایش، ما باید اون رد کنیم و میگم میخوام با خدا زندگی کنم. کافیه، بسته. زیاد در زندگی قدیم راه کج رفتم. امروز میخوام در عیسی مسیح زندگی خوبی داشته باشم. میتونیم با دعا و نزدیک شدن به عیسی مسیح، با خواندن کتاب مقدس، از این آزمایش ها پیروز بشیم. ما نباید تجربه رو دوباره تجربه کنیم و منتظر باشیم یک نتیجه متفاوت داشته باشد. دست رو آتش بذاریم دستمون میسوزه. نباید بگم این بار بذار امتحان کنم، ممکنه این بار نسوزم. چون این بهایی است که ما به وسوسه اجازه میدیم که در درون ما بزرگ باشد. ما باید از اولین قدم این رد کنیم و بگیم نمیخوام با تو باشم. مثل یوسف در کتاب پیدایش باب 39 و آیه 9: هیچ کس در این خانه بزرگتر از من نیست. این یوسف میگه و سرورم چیزی از من دریغ نداشت جز تو که همسر او هستی. پس چگونه مرتکب این شرارت بزرگ بشوم و به خدا گناه ورزم؟ دعوت یا پیشنهاد زلیخا رو یوسف رد کرد. من در این خانه تنها هستم و میتونم این
کار رو انجام بدم و هیچ کس متوجه نشود. ولی یوسف گفت خدا، نمیتونم جلوی خدا. ما باید بیننده عزیز به خداوند ایمان داشته باشیم و باید ایمان داشته باشیم که خدا ما را همیشه میبینه و باید در ایمان و زندگی پاک قدم به قدم جلو بذاریم. ما نباید به پیشنهاد ابلیس گوش کنیم. از اولین بار باید اون رد کنیم، مثل یوسف. آخرت یوسف عاقبت به خیر بود. یوسف پادشاه مصر شد و خداوند از یوسف راضی بود. زندگی یوسف یک آینه ای هست. خداوند میخواد اینطوری ما زندگی کنیم. خداوند شخصیت هایی رو در کتاب مقدس ذکر کرده که در آزمایش افتادند، در آزمایش شکست خوردند و یک شخصیت های دیگه در کتاب مقدس به ما نشان داده که در آزمایش ها پیروز شدند. امروز خداوند به من و شما میگه چطور میخوای زندگی کنید؟ مثل اون شخصیت هایی که در این آزمایش شکست خوردند یا مثل اون شخصیت هایی که در آزمایش پیروز شدند؟ چطوری ما میتونیم پیروز باشیم؟ بدون شک هممون دوست داریم پاک زندگی کنیم و در پیروزی زندگی کنیم. چطوری میتوانیم؟ در کتاب مزمور باب 50 و آیه 15: و در روز تنگی مرا بخوان، من تو را بیرون خواهم کشید و تو مرا جلال خواهی داد. خداوند میگه از من بخواهید. در روزی که تجربه میاد یا همون آزمایش، ما باید از خدا بخواهیم ای خداوند، من نمیتونم مرتکب این گناه باشم. ای خداوند، چیزی که در درون من خالی است با وجود تو پر باشد. من نمیخوام. من میخوام استوب کنم. میخوام زندگی خوبی رو داشته باشم. نمیخوام زندگی گذشته رو دوباره تجربه کنم. من میخوام پیروز باشم. حتما خداوند شما رو خواهد شنید. خداوند به انسان اختیار کامل رو داده. میتونی خوب زندگی کنی و میتونی بد زندگی کنی و هممون میخواهیم خوب زندگی کنیم. خداوند شخصیت‌های گوناگونی رو در کتاب مقدس ذکر کرده که با خدا بودن و زندگی آنها خیلی خوب بود. خداوند از اینها راضی بود. خداوند اجازه داد آنها در کتاب مقدس آیه‌های زیادی نوشته بشه از تعلیم و زندگی آنها که ما بتونیم نمونه ای رو از زندگی آنها الگوی زندگی خودمان باشد و بتونیم به طور خوب و به طور منظم زندگی کنیم و در این آزمایش ها همیشه پیروز باشیم. در کتاب یعقوب باب 4 و آیه 7: در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. بله، از شما فرار میکند. وقتی که به او بهانه دیم فرار میکند. وقتی که میدونه ما با عیسی مسیح شراکت و زندگی جدید رو دریافت کردیم از ما فرار میکند، به شرط این که ما در برابر او باید ایستادگی کنیم و مثل یوسف بگیم نمیخوام این گناه رو مرتکب باشم. نمیخوام این گناه رو در زندگی خودم تکرار کنم. نمیخوام برای اولین بار این گناه رو مرتکب شوم. برو از من دور شو. به نام عیسی مسیح من دعا میکنم که تو از من دور باشید و اون جای خالی که در جسمم هست یا در زندگیم هست با پری خدا پر بشود. خداوند میتونه. خداوند آماده هست که ما از او دعا کنیم و به ما پیروزی رو خواهد. تمام آزمایش هایی که میاد ما میتونیم از پس اینا در بیاییم. هیچ آزمایشی بزرگتر از ما نیست. کتاب مقدس میگه تمام آزمایش هایی که برای شما از طرف ابلیس میاد شما میتونید از اون پیروز در بیایید. ما میتونیم با پیروزی از اینا خارج شویم. چرا؟ چون کتاب مقدس اول قرنتیان باب 10 آیه 13: هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. خدا امین است و اجازه نمیدهد
پیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می سازد تا تاب تحملش را داشته باشیم. کتاب مقدس اینی می فرماید که تمام آزمایش هایی که بر ما می آید ما می تونیم از اینا پیروز در بیاییم. ما می تونیم بر اینا پیروز باشیم، چون تمام آزمایش هایی که بر ما می آید ما می تونیم با پیروزی از اینا خارج شویم، چون کتاب مقدس هیچ آزمایشی بزرگتر از ما نیست. این آزمایش مناسب ما هست. شخصیت هایی در کتاب مقدس هستند که بر این آزمایش ها پیروز شدند و زندگی خوبی رو داشتند و با عیسی مسیح با خدای خود نزدیک بودند. ما میتونیم با دعا و رد کردن ابلیس از لحظه اول ما میتونیم پیروز باشیم. هیچ آزمایشی نمیاد که بر ما سنگین‌تر باشد یا بیشتر از اراده ما باشد. ما همیشه در کتاب مقدس اراده داریم به طور خوب زندگی کنیم یا به طور بد زندگی کنیم و شخصیت هایی که از کتاب مقدس خوندیم، بعضی ها در این آزمایش ها پیروز شدند، بعضی ها در این آزمایش ها شکست خوردند. امروز خداوند میگه میخوای شکست بخوری یا میخوای پیروز باشی؟ اگر میخوام پیروز باشیم ما میتونیم، چون ما زندگی جدید رو دریافت کردیم و وقتی که زندگی جدید رو دریافت کردیم این قدرت رو داریم، میتونیم با دعا برای عیسی مسیح، چون اون قوت و قدرت رو به ما میدهد که ما میتونیم بر تمام این آزمایش ها پیروز باشیم. پس بیننده عزیز، خیلی مهم است که ما کتاب مقدس رو بخوانیم و این شخصیت های کتاب مقدس رو بدانیم. ما باید اطلاع خوب از کتاب مقدس داشته باشیم و همیشه با کلام خدا جلو حرکت کنیم. کتاب مقدس به ما قوت و قدرت رو میدهد که ما در این آزمایش ها همیشه پیروز باشیم. ما همیشه در دعا باید باشیم و برای خداوند دعا کنیم و همیشه با خدا راز و نیاز کنیم. همیشه با خدا باید صحبت کنیم و بگیم ای خداوند این تجربه برای من اومده، این آزمایش برای من اومده، من نمیخوام مثل گذشته زندگی کنم، من نمیخوام به طور بد زندگی کنم، من میخوام خوبی رو برای خودم، خانوادم از تو بگیرم. خداوند حتما به من و شما قوت و قدرت میدهد که در این آزمایش ها پیروز باشیم. بیننده عزیز، اگر سوالی دارید میتونید سوالهای خود را از طریق واتساپ این برنامه ارسال کنید. تا قسمت بعدی به امید دیدار شما هستم.